امام جمعه شهر دیر با انتقاد از روند فعلی برخورد با تهلنجی گفتند تهلنجی ابزار معیشت صدها هزار نفر در استان بوشهر می باشد. اگر امتیازات ملوانی حذف شود جوانان بیکارتر خواهند شد و معیشت مردم به خطر می افتد. حجت الاسلام سید علی حسینی امام جمعه شهرستان بندر دیر در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر نقش تهلنجی در تأمین معیشت مردم جنوب آن راهی برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ امنیت مناطق مرزی دانستند. وی قانون جدید ساماندهی تجارت ملوانی را در ظاهر خوب اما در عمل پر از ایراد خواند و گفت حذف تهلنجی، امتیازات تهلنجی، بیکاری و ناامنی اجتماعی را به دنبال دارد. حسینی خواستار اصلاح این قانون شد و از رایزنی با استاندار بوشهر برای حل این مسئله خبر داد. با ما همراه باشید.